سلامتی کار خاله. سلامت باش پسرم، سلامت باش. خیر. سلام هالوک، خدا یارت بود. اوه سلیم، باز پای دادید. اکا حالا آنها رو نپرسید. خیر خیر. اوه خدایا کجا شد این بچه؟ سلیم سلیم تو اینجا اصل بند باز آن پسر شوخر نامد. نپرسیده پای نرمین. پسری من باز کجای گم شد؟ خیر می آید تو بازدید. کریم سلیم کجاست؟ او را جزا دادن خاله الون. حالا همین طور؟ سلیم سلیم. سلیم مادر تو رو می جوید راست به خونه اتون رو. مایلش خاله کمی بازی کنم بعد می روم. با من پرتو بیزن. باز نشد. چی شد؟ کارش من کسی تو برو سخت زند رفته می آورد. هیچ گپ نمی آورم. پرتو سر کنه. بیا. پرتو پس کارش ما توپ را گرفت، با حرکت زیبای شریفش را گذاشت، محافظ را نیز گذاشت و ضربه گل. برای چی پیشش را نمیگیری ها؟ آی احتیاط کنی. بچه تو برای نگاه نمیکنی؟ اکا بخشی شما را ندیدم. بچه قریب بود که ماشین تو را پخش میکرد. با من یکان چیز نمیشود. سلیم بس اکنون بیا. آمدم مادر آمدم. میروی؟ البته میرود وگرنه خاله الون گوشش را میبرد. آخر دیگر چکار کنم؟ تگاه میاییم دوام دو و یک را بازی میکنیم. مادر شکر که آمدی. سخت گروس نشدم. یگان خوراک هست؟ هست بسیار چیز هست. دستانت رو ناشسته نرس. باز چیکار کردی که تو رو جزا دادند؟ من بس شرم میکنم که با معلم سیمو خورم. مادر به خدا من گناه ندارم. فاطی عیب دارست. او گپ میزند و معلم قصدش را از من میگیرد. من گناهی ندارم. حالا آیدی این صحبت میکنیم. رو اپام در کجاست؟ به فکرم در همون. مادر باز سمت را خاموش کرد. به نغمه ایستاده نمیتوانی؟ اینها چی هست؟ کن اینها رو جمع کن. با پیاسه خوراک میبری. با تشویش های توی به فکرم حالا هم آماده نیست. اوف مادر مرا ترسونده ای کودک. اپا یک قدر ترسونجا کی؟ یگان روز تلخی مرا میکفونی. سیرای دخترم بیمار میشوی. یگان لباست رو بیپوش. اما که دروغ آماده ایستاده است. کنتست هم بیاید. کنتست کیست؟ آخر یگام سوزان شما و پدرم همین طرف میگوید. این طور نمیگویم. از خودت گپ نزن. باری دیگر نشنوم. فهمیدی؟ میگوید به خدا که من هم شنیدم. ما میگویم اما شما چیکار دارید؟ اکنون رفتیم. مادر ینگه کنتستم میخواد که پرهیز کند. ما چیکار میکنیم؟ روی خط رو نوشته به پدرت دادم. او خوراک پرهیزی میورد. گیرین رو احتیاط کن. کنتست. ای بالا زمن. کدی سر کرده این بچه ها. یاد میدی بعد به سرمون میزند. این طور باشد بازی نمیکردی؟ برادر 1 ساعت میشود که انا این را انتظارم. بیا بس کن.
لبای اکا طاهر ما دروازه رو گذاشتیم پس از نیم ساعت اونجا میشویم فهمو اکا ما انتظاریم یگان چیز لازم نیست نه اکا من همه چی رو حل کردم تنها شما رو انتظاریم فهمات در کجایی در کوچه مغازه رفتم خواستم یک دو چیز بخرم فهمیدم خیر خیر اکا تو بازدید رفعت بچم احتیاط شد تا که پمیدار با بلاد نفته نه پدر نه خاطر نشد هیچ چیز نمیشه اکا برای چی منو میزنه ده؟ اوف چرا با این ماشین اومده من؟ نمیشد که با یکو ماشین دیگر می اومده؟ با کدام ماشین بیایم دخترم هر هفته با این ماشین به بازار برای سودا میایم ما لباسای پوشیده حتما با همین ماشین خریده میشود دخترم اوی مادر معقول نمیشود البته مادر میگوید دخترم رو آزار نده رمزی نه خود لباس رو با 400 لیره خرید سوزن همسایه آیله دار میشود یا اینکه پسری پدرم معلوم نیست برای آرایشات به شما ثروت در کار خیر بچه من رفتم طاهر کجا میگریزی پولت تمام شد توبه کردم بگیر تازه است یک لحظه هم صبر نداری طاهر نابکار از سحر تا بیگاه در بازار سودا کرده بعدا اینجا آمده پول را خرج کن اکا بازی کرده چیکار بکنی؟ از پس کاری خود شو من نمیفهمم خیر من رفتم طاهر حسابی مرا نیز پرداخت کن چقدر؟ 700 لیره باز من فکر کردم که بسیار است هیچ گپ نه حل بکنیم نمیگریزم در همین جا هستم ای گریخته ایستاده ای اکا میاد برای همین میروم مثل شیطان میگریزد خیر تو بازدید تشکر سیرای باشتی ویتا جان با کو هفته تو چی شد ها؟ روان میکنند؟ نپرسیدم اک آخر کلوب پول ندارد بشکتاش بزرگ را خورده تمام کردند اما بشکتش تمام نخواهد شد حالا هفته آینده میبینیم چی رو میبینیم؟ چی رو میبینیم؟ با اون بازینگرانتون فنر ما را غالب میشود ها؟ بازی گذشته غالب شد مین بعد بدو پا راست نخواهد شد حتی میدان بازی ندارید درست این دربی آخران است بله این دربی آخران است اکای رفت امرو با پدرم میرویم ها البته پسرم میلش میرویم اکا پر کنم نه بس است تو هم ننوش پس از 2 ساعت برای خریداری میرویم خود رو مانده نکن خودتون میدونید کجا شدن آدمانتون نآمدن میآیند میآیند ینگه از دلما نخوردید نه بسیار روغنین شده است نمیخورم خودتون میدونید روزی توی چی میپوشی سرای جان؟ چی میپوشم مادر؟ از سرکاری لباس انتخاب کرده نتوانستیم این طور نمیشود آخر ای مادر با من بسیار میزیبده ممکن است من یک بار پوشم؟ بخیز بپوش تا که همه ببینند در حقیقت بپوشم خیز رفته پوش مایلش خالم هم اومدند ینگه استید من میکشم من در رو میکشونم سرای جان با گلسوم لباس اضافه هم آوردیم اگر مأخوذ شود از آنها یکی رو گرفته میپوشی خواطر نشم رحمت ینگه چرا اینقدر دیر آمدید خوش آمدید سلام علیکم سلام علیکم خوش باشید سلام علیکم مرحمت گذارید چه حال داری؟ بمون اینها رو بمون زود حمله نکن خوراکهایتان را بیارم بیارید اپا با ما کمتر شود میلش ما پرهیز داریم همین خیلی نیست سنم جون اختیارتان سیمویش زیبا است اگر کمی خراب میشد من هم میگویم ولی گوش نمیکنم با این دختری عزیزم کاردار نشوید بخور عزیزم بخور اوه پدر جان پر میکنم جنگیز پر کن اکا شما چی؟ نه نمی نوشم کمی پس به خرید میرویم من چخیلم اپا بسیار زیبا شده اید با تو پسند آمد زیباست با خدا که خیلی زیباست خدا از چشم بد نگه دارد در روزهای خوش بپوش سلامت باش سرای اگر خواهی از لباسای آوردم یکم تاش رو انتخاب کرده بپوش شاید یکم تاش به تو پسند بیاید پیش از توی میسنجم حالا سراسیمه نیستم بسیار زیبیده هست جانم اکنون بکش تا در زمالش ویران نشود رفته بکش
سرای از کارو باری زیاد به تو لباس خریده نتوانستم. اگر خواهی به تو هم لباس خریم. نه مادر جان، خرجی زیاد لازم نیست. باز بدن زیق نشوی. نه مادر جان، نه. بهتر از شما با پدرم آیدی در صحبت میکردید. امتحان نزدیک شده است، یعنی 3-4 ماه مونده است. خواطر نشو. این دفعه من همش رو حل میکنم. این کار تو با پدرت نمیموند. سنم بیا با ما یاری ده. لازم نیست، کودک رو ناراحت نکن. نه اپا تو کی میشیند. بیا دخترم بیا. میرا ای بست. چی؟ اومده همه رو خالی کردند. کنتست. گیر اینها رو ببر. اگر خوندنی باشی بیمانم. میشود اکا. لیکن اول من میخونم. بسیار خوب شیر بچه بیا. طاهر رفتیم، ما باید به انتخابی میوه برویم. آقا رفتنی شما شرط نیست، من خودم حل میکنم. از عهده قدر بار چطور میبرویی؟ مشکل نیست؟ نه آقا، شما از راهی دور آمدید، استراحت کنید. در انبار شناس ها هستن، آنها با من یاری میدیم. خواطر نشوید. مادامی که این طور است تو اینها را بگیر، بسیارتر خرید کن، پگاه بازار پر آدم می شود. فهم آقا، شما تشویش نکشید، من خودم حل میکنم. من هم وقت را بیهوده صرف نکرده میروم. مایلش خدا یارت باد. ینگه الوان به شما قهوه تیار کند تا که خستگی شما نیست شود. تیار کند. بین هم خواب آلود شدیم. حاضر اینها رو جمع کنم تیار میکنم. دکتر جان با شما اشتیاقتون تا بازدید. خوب تا بازدید. آقا چیکار کردی؟ گویا که با پایهایت آمیخته کردی. جنابان بازی این همین قدر است. از کنجاش بیدار. من پس میکنم. اپا با شما لباس بخریم. اینها کفایه اند. جانم تو اینها رو برای خریدن لباس جمع نکردی؟ شما خواطر نشوید، پدرم وعده دادند حتما میخرم. اینجا بیا. شما حالا هم خوب نکردید. نه خوب ندارم. شاید اگر یک جای خوب کنه بیاید. تو کلون شدی، تو خودت خوب کرده نمیتوانی. مادر جان بیاید التماس. مادر رد نکنید. مایلش میایم.
اینجا بیا. برای به قوه ایلاوه کردن آمدیم، برای گرفتن فرمت آمدیم. بیشکتاش برای تو مردن آمدیم. بیشکتاش پسرم از آنجا فراکی میغلطی. خریداران رو همین خیلی جغ میزنی. فنر گفته دازن اینجا پر از آدم میشود. ای یمک این طاهر کجا شد؟ هیچ نآمد. شاید در تنبه ماشین ها مانده باشد. سلیم گوش کن، طرفدار فنر شو، پس از 3 روز غالب میشوی. تو را در روزی بارانی دیده بودم که در بدن فرمایی خط داشتی، همونو با یک دیدن عاشق شدم. من فهمیدم که حیات در رنگ‌های سیاه سفید بوده است. انا طاهر هم آمد. چی گپ شد اما؟ ای نپرس پسرم. السلام علیکم. ای طاهر این چه احوال؟ ای نپرس. طاهر چی شد؟ اکا در انبار ناگهان جنجال شد. در بین جنگ آنها ماندم. آن وقت یکی از آنها جزدانم را گرفته گریخته است. در آن جنجال سگ، شغال همه بودند. با کدامی از آنها مشغول می شدم؟ با پلیس خبر ندادی؟ یگان کس ندیده است؟ با نزد پلیس رفته کسی جزدانم را دزدید میگفتم و این چخل می شود کس. شما آنها را زدید پدر؟ این نخواد نزنم پسرم. جاغ همش را شکستم. انا بعد آنها خدا تو را نگاه داشته است. رفت پسرم چیزی باشد همش را فراره. تو را پسرم. من هم نفرارم. خیر مالش بیا سوار میشوی؟ بله. بیا راه. طاهر اگر خواهی همراه به درمانگاه رویم تا که به پیشانیت یگان ملهم بمانم. نه لازم نیست. تو را انتظار نشوم. خیر مایلش من میروم. مایلش خیر خدا مددگارتون باشد. سلامت باش. آن وقت کسی با میانم زد. اپای آمینه خسته نباشید. گوش کن باز پدرت رو نرنجونی فهمیدی؟ فهمم مادر. اکنون رو. گوش کن باز یگان چیزی دیگر نشده باشه. براری کن. سلامت باشید یعنی. نه هیچ چیز نیست نکن. باران 2 چای روان کو که با اکم همراه نشسته چای نوشیم. زود باش. نزدی تو پیدا نشده است و تماس نمیبروید. باز این بی‌پرواگی تو مرا دیوانه میکند. ایسون داد نزده مرا گوش کن. از سحر من هم زنگ میزنم جواب نمیدی. چیکار کنم؟ همیشه در خونه نبود. در خانه کیست تو؟ شبانه چیکار دارد؟ تو اجازه دادی؟ کاش که در خانه نشدی بود اجازه نمیدادی. حالا وقت جنجال نیست. التماس تلفن را خاموش کن. دخترم را پیدا که کرده بعد صحبت میکنیم. نزلی به خود بیا. چشمونت رو کشو. بیایید دخترم گریخته. بیایید رفتیم. چی گپ شد؟ زود باشید زود. گریخته ایستادند. دخترک خوب هستی؟ دخترم بلگین. خدایا به این چی شده باشد؟ ای خدایا یگان چی بگو. بلگین زود کرسی بیار. کمک رسانید. دارو خورده است. از کیسه‌اش یگان چیز نیفتید؟ نه نمیدونم. جز دانش رو بینم. نفس سونی دهید. خوب شده است.
در اینجا دارو نیست دکتر. باید با علاج به تماس برویم. من تاریخش رو می نویسم، شما نگاه بین کنید. خوب شده است دکتر. بلگین در اینجا تلفنش است. بسیار خوب. ولی رمز دارد. فهمو در اینجا باز کارت دانشگاهش است. با علاج به تماس می بریم. فهمو. لابای الو نزلی دخترم در کجایید و از سحر باز به تو زنگ میزنم. التماس مرا یک لحظه گوش کنید. شما کیید؟ دخترم در کجاست؟ التماس یک لحظه. من کارمندی درمانگاه می باشم. کمی پیشتر دخترتون به درمانگاه ما آمد. چه شد؟ اینجاست؟ با نزلی یگان چه شد؟ جناب یک لحظه آرام شوید و مرا گوش کنید. دخترتون خوب است اما شما عاجلا باید به اینجا بیایید. ما در درمانگاه کدیرگه می باشیم. حاضر می آیم. چه حال داری؟ بهتر شدی؟ حالا همسرم چرخ میزند. اوه در این سن و سال نخود شراب نوشی. باز در برات دارو گرفته ای. هیچ گپ نه. کمی پس پدرت می آید با صحبت میکنی. پدرم؟ کی با او خبر داد؟ من؟ چی لازم بود؟ کی به شما خبر دهد گفت؟ یگان چیز گفتن کسی شرط نیست. البته باید به اهل اویلت خبر میدادم. باید چیکار میکردم؟ با پلیس هم خبر دادم. رفیقان گریختت رو نیست پیدا میکنند. سفسطه نگوید. آنها نگریختند، تنها ترسیدند. من نمیدونم. اوف شرمنده میشوم. آه دخترم تو چرا با خودت این کاری بد رو کردی؟ اپا الوان شما رو یک لحظه ممکن؟ حاضر میویم. چرا تو حال نرفتید؟ میروم اما اول یگان نزدیکان این دختر بیایند. ما حل میکردیم آخیر. میدونم ولی من پدر نزلی کیا می باشم. طریق تلفن صحبت کردیم. گفتن که در اینجاست. بله در همین جاست. احوالش خوب است؟ چه حال دارد؟ خوب است. آرام شوید. خواطر نشوید. در کجاست؟ در درون خوب است. جناب یک لحظه. نزلی پدر. نزلی دخترم. دخترم خوب هستی؟ خوبم. سخت خواطر شدم. خواطر نشوید. دخترتون یگون مشکلی ندارد. اگر خواهید در بیرون صحبت میکنیم. حاضر می آیم. مرحمت. من در این های آبداری بوداز جمع کرده شده. همه در اینجاست. اپا جانو اکا جانو اپا سازایی کرده خود را مانده نکنه. برای ناک شیرین. بیایید اپا جان بیایید. من در این های شیرین ترین و لذت ترین. مزهش رو چشیدن ممکن پسرم. با چهره خندان بیایید. مرحمت. خریداران بیایید ویتامین C. در حقیقت اصل بر این بوده. 3 کیلو برکش پسرم. 3 کیلو برکش. 3 کیلو تیار شد. برای ماندارین بیایید. ماندارینی بهترین. بیایید خریداران با بهترینش بیایید. وای شیر بچه خودم. پدر به تماشای فوتبال میروم من. کدام فوتبال؟ ای پدر. بایلش میرویم. آخر وعده دادیم. نگاه کن خریدار آمد. بشکتاش الو 5 گل میزنه 5. ای آهسته. اکا جان دادری مرا عصبی نکنید. آخر دوستش میدارم. بیایید میوه های بهترین میفروشیم. بیایید مرحمت کنید. ناکی محلی بیا ناکی با صفت در اینجاست. بیا خریداران بیایید. مرا گوش کن. یگان چیپ تیافتی؟ پرسیدم حالا انتظاریم. اگر نشود در قهوه خانه تماشا میکنیم. توبه من در این های شیرین با مثل اصل همه در اینجاست. بیا خدایا همه داروها رو آمیخته کرده است. این دختر چیکار کرده نیست؟ خودش رو کشتنی باشد چی؟ به فکر من میخواهد که کمی نزدیکانش با او مشغول شوند. چی خیلی یعنی؟ یعنی کلان گپ زدن نمیخواهم. برای آن که من هم دختر دارم. در همین سن و سال است. التماس مرا خطا نفهمید. ولی به دخترتون همچون پدر کمی دقت دهید.
چی گفتنید فهمیدم، لیکن ما از آن آدما نیستیم. با دخترمون مشغول میشویم، میکوشیم دائم یک جای باشیم. شما تشویش نکشید خانم دکتر. ها نه، من دکتر نیستم، وظیفه داری درمانگاه میباشم. چی خیلی یعنی؟ شما دخترم رو معالجه کردید؟ نه دکتر ها، همشیره ها. من باشم شما رو گوش میکنم. در اینجا یگان مسئول نیست؟ دکتر یک دقیقه، میخواهم که زود دخترم رو به بیمارخانه برم. جناب آرام شوید. اول دارو بگذارد دخترتون به خود آید. زود کارهای لازم را اجرا کنید، از اینجا میرویم. زود. با دکتر خودم زنگ میزنم. من رفتم بلگین. جانو با کارمندی ما دغلانه رفتار کردید، اما احتمال هر چیز شدنش را داشت. با واسطه او احوال دختر شما خوب شده است. در کوچه معالجه اول را اپای اعلان کرد و ما بعدا خبردار شدیم. التماس آرام شوید. بیا اپا جان بیاید اپا. بیاید از بهترینش گیره. باناکی شیرین، بیا مرحمت مندرین کنید. های ازمیر مرحمت بهترین کنید. است. باناکی عالی، باناکی شیرین. مندرین بیاید قلمفور در اینجاست، این شام زیر بانه. بیاید مندرین های با مزه، خیلی با مزه. بیاید بخرید. بخرید مندرین های با مزه، نمجم کرده شده. اکا یک خالطه تمام شده است، از ماشین بیارم. مالش. بیایید اپا جان، لباس های گوناگون نگیرید، میوه خرید. مرحمت بیاید مندرین بخرید. مندرین های بهترین بیاید. بهترین هایش در اینجاست، از همه بهترین. بیاید ازمیر، مندرین های ازمیر بهترین است در اینجا. بهترین با لذت در مندرین اینجا. های بهترین ناکی شیرین. مرحمت کنید.
مادر پدرم شما رو برعکس دعوت میکنند. حیوان تو چه خیلی رنگ باز بوده یا؟ چیگه؟ اینجی است همزه؟ دخترت بیمار بود برای معالجه پول نمیرفتی. چی ها میگویی من چیزی نمیفهمم؟ سهر از من پول نگرفتی. اگه تو دخالت نکن من خودم تایر بکنی آرام باشه. گرد تلفیز ده خلاف کنه جدا کنه. آرام باشه آرام باش. او را نگه دار. تایر مادرم من کجاست؟ من میدانستم همش رو میدانستم. حالا ایسته من با شما نشون بدیم. نشون بدیم.
الوان میگفت که پولی یافتهش را برای عرق و قمار خرج میکند، اما من باور نمیکردم. لیکن دختر راست گفته است. اکا مرا نیز بفهمید. چی را بفهمم؟ چی را بفهمم؟ به آن آدمان دروغ گفته ای. سحر به ما هم یک دنیا دروغ گفتی. دزدیدن، دزد بوده است، شغال و غیره. دیدی که بیگاه نقابت افتاد. در نزد همسایه ها شرمنده شدیم. ما و همسایه ها همه یک سو. از دو فرزندت شرم کن. به خود ترتیب و انتظام را جاری کن. گوش کن، ما همه مردیم، اما گاه گاه بی ادبی میکنیم. لیکن تو باشی حیوان شده ای. نابکار این طور نکن. فهم آقا. خودت را به ترتیب درار. پس از 2 روز به بازار میویم. دیگر تو را این طور نبینم. خوب شده است آقا. مادر، در توی اون آدم از پدرم چی بخواست؟ من نفهمیدم. پسرم نفهمی خوبتر است. مونده شدید، در اومده خوب کنید. چی؟ چرا مثل دشمن به چشمانم نگاه میکنی؟ چی گفتنی داشته باشی؟ بگو. آیا تو گپ رو میفهمی؟ بین مردم شرمنده شدیم. در نزد کودکان جنگ کردی. برای چی؟ برای دروغی که خاطر 2-3 تنگه پول داشت. 2-3 تنگه؟ اگر 2-3 تنگه میشد برآورده میدادم. این طور باشد پول را بپوش. برای آدمانی بیفایده رزق فرزندانت را بپوش. طاهر، به قهوه خانه رفته پولهای در قمار داده‌ات را جمع کن. حالا همین خیل است. دیده نتوانستی؟ نمیتوانم. من هم از سر تا بگو به مانند خر کار میکنم. کار نکن. مادامی که منت میکنی کار نکن. پس چی کار کنیم؟ این زندگی رو چی طرف پیش بریم؟ گپایش رو ببین. اگر تو نمیبودی ما گرسنه نمیماندیم. ها؟ نمیرسد طاهر، نمیرسد. کورنمکی نکن. چه نمیرسد؟ دخترمان رو به درس خانه روان کرده نمیتوانیم. پسرمان باشد لباس ندارد. آیا بار اجاره خانه رو در وقتش پرداخت کردی؟ خرج‌ها رو نظارت نکنم تو نیت پرداخت کردن رو نداری. بس است. اینقدر کار میکنم ولی مشکلات رو دفع کرده نمیتوانم. الوان بس کن میگویم. همش یک سو. یگان روز برویمون خنده نمیکنی طاهر. مگر پدر، مگر شوهرم خلبش. الوان بس. هرگز طاهر به من دستت رو نبردار. از تو دلگیر شدم. از لقیدن هایت، از همه چیز هایت دلگیر شدم. بس هست. بله، همین که محقول نشود گریز طاهر. بسیار خوب است، همین طور نیست؟ پسر جونم، نترس.
падарам рафтанд модар. меояд. наояд чӣ? худаш медонад. худашон ғамгин буданд. барои чӣ ин қадар фишор овардӣ? падарат бас набуд ки боз ту сар кардӣ духтарам. модарҷон баса зиқ нашавед. хуб азизам, ман зиқ намешавам. акнун рафта хуб кунед. равед. فکر کردم که به هیجان آمده از بالا خود را میپرتایی. بین که از رنگویش معلوم که تا حال به خود نآمده است. اردن به تو چی شد؟ از حد زیاد هوا بلندی کردی چی؟ شما رو به بالا بردارم میبینی. شما جسارت هم ندارید. کاری که کرده نمیتونیم بهترش دست نرسونیم. هر کس مثل او شده نمیتواند. Kimse bilemez, göremez kuytularda. Sonsuz ve dipsiz. ба фикрам дар инҷо консерт аст санам. апа ба фикрам худашро мепартояд. ин одам ақлашро хӯрдааст. агар ин банд канда шавад чӣ кор мекунад? мемирад, пора пора мешавад. апа лабай ҷонам, баъди мурдан чӣ мешавад? чӣ? баъди марг ба куҷо меравем? санамҷон, ҳоло бо ин саволҳо ғамгин накун, фаҳмо? бо марг чӣ алоқа дорад? худо нигоҳ дорад. Seni koklar yalnızım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Sedasız açardın gecelerde. Kimse bilemez, göremez kuytularda. Sonsuz ve dipsiz sevdalarda, duygularda. Sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykularımda. Şimdi artık seni koklar yalnızım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni
میرویم. алло лабай модарҷон духтарам чикор кардӣ бо санам барои харидани китоби дарсӣ рафта будем ҳоло бошад омада истодаем салим чӣ ӯ дар хона дарс тайёр мекард шунидаму бовар кардам шояд ба кӯча барои футболбозӣ рафта бошад модар аз саҳар маро дилгир кард ки ин шом бозӣ будааст меравам мегӯяду халос дуруст ин шом бозӣ аст бале шумо ҳам дер накарда биёед хуб шудааст модарҷон дар роҳ ҳастем меоем хавотир нашавед майлаш ин шом бозӣ будааст салимро мебарӣ дар ёдам аст. чанд рӯз аст ки кӯдак меравам мегӯяд ту бошӣ ваъда ҳам додаӣ. ака шумо агар намедонед нархи чипта аз ҳад зиёд қимат шудааст чӣ кор кунам? пас бигӯ то ки кӯдак беҳуда умедвор нашавад. не ман рафта дар экрани калон ба ҳазур тамошо мекунам. он даста агар мағлуб шавад ман медонам ки салимро чӣ хел асабӣ кунам. бо писари ман машғул нашав. модоме чиптаро нагирифтаӣ барои чӣ ба кӯдак ваъда медиҳӣ? ай бас охир ака ҳамин футбол намерасед. биёед аз паси корамон шавем, ман ҳал мекунам, шумо хавотир нашавед. биёед марҳамат кунед, марҳамат. ماشین میروند بسیار زود میروند نترس با من پسته کوارشما گل را دیده دیدم ولی آیسته ترزن این بگاه فوتبال را تماشا کنید از اکران به شما سلام بدهم وای من اکانت را چخل میبینیم خونه بشیکتاش است مشکلی هم تهران ندارید روه خیلی میبینیم این بگاه گل برون نکنیم بسیار وای من اکانت بس است حالا میبینی اکنون سر کن پس این شوم نمیدونم شاید دیر نکنم پدرم چیکار کردن؟ فهمم مادر فهمم زود باش سگ برین رفته آن توپ را بیار میارم اما تو نیرنگ نکن
مادر من کودک رو پخش کردم. چی؟ تو خودت خوب هستی؟ عزیز پسرم خودت خوب هستی؟ مرا نشوندی؟ نمیدونم کودک رو پخش کردم، با فکرم مرد. نمیدونم سخت با ماشین زدم. مرا گوش کن پسرم. مادر نمیدونم او زنده است یا مرده است. مادر زود از آنجا دور شو. زود مرا نشوندی پسرم. زود گریز. ما خودمون حل میکنیم. شنیدی؟ زود از آنجا دور شو پسرم. نه دور شو. گریز. گریز گفتم. خفایش رو گیر. حاضر مینویس. چی هم شد؟ اپا در آنجا چی شده است؟ برای چی همه جمع شدن؟ حاضر میفهمیم جانم. حاضر. مادرک شیرینم با تو چی شد؟ سلیم آهسته احتیاط کنید. سلیم حالا کودک است. رفتیم از خفایشان. رفتیم طاهر. رفتیم از خفایشان.